وای مامان تو کجا بودی مامان؟ بایستا یا خالقه هستی. اینو نگاش کنی بابا، مشنبه خالیه ماما، اسکلتاشو ریختی. یا خالقه هستی، من اینو ندیدم خیلی وقته. انگار مادرم شده یا نه. بمیره الهی مادر برات، نگاش کنی بچه ها. مامان جربم داره بچه. این داشت خوب میشد، من اینو مرتب داشتم آیبر میزدم که بچه یه دفعه قیبش زد اصلا نیست شد. من فکر میکنم اینا رو میبنن گندک، بچه هم از گندک برمیگردن چون اینجا به گندک نزدیکه. گندک هم که همه بچه ها از گشنگی دارن میمیرن. هیچ مدیریتی نداره، هیچ تو این دنیای حمایت دلسوز نداریم دوستان. به این پناهگاه ها اعتماد نکنید، مخصوصا که وابسته به شهرداریه، مگر اینکه غذا رسانی هاشونو به روز بهتون نشون بدن، به تاریخ بهتون نشون بدن، وگرنه کمک به این مسئولین پناهگاه ها نکنید. نگاه کنید این بچه ما. مامان بمیرم برات مامانم قربونت برم مامان، بهش خود آیبر بزنم. نگاه کنه چی شده بچم. جانم ماما، چند سری اومدم من این بچه رو ندیدم، نرش نیومده، یه نر پیری هم داشت. مادر بمیره برات الهی جونی دلم نرش نه، یه نر دیگه بود پیر بود، اونم نیست، این نرش جوون بود. یواش بیا بمیره مامان برات الهی. جانم بخور ماما. بچم چی میلرزه، نگاه کنید بمیره براش. مادر آوردم اینجا، از این 4 دیواری زد بیرون، بعدی گفتم شاید توله هاشو ببینم. توله نیست، نه این زایمان نکرده. بمیره مامان برات الهی. نگاه کنید اوضاع بچه هامونو. ای خدا هستی. خدا خیرتون بده دوستان، خدا براتون بسازه. الهی که دست به خاک بزنید طلا بشه که کمک میکنید، به خصوص دوستانی که مرتب کمک میکنن. الهی که همیشه سلامت باشید.